اگه فکر میکنی هوای این روزا فقط یکم آلوده است و یکم دود تو هوا هست، سخت‌تر اشتباهی. قضیه خیلی جدی‌تر از این حرفاست. در واقع هوایی که ما الان داریم نفس میکشیم حاوی یه ذرات خیلی ریز، حتی کوچیک‌تر از 2.5 میکرونه که به راحتی وارد ریه‌مون میشه و از دیواره ریه عبور میکنه و وارد جریان خونمون میشه. این ذرات شیمیایی توی خون هممون که توی این روزا تو خیابونا قدم زدیم وجود داره. خیلی باید بیشتر مراقب باشیم. این داستان واقعا شوخی بردار نیست، اما قرار نیست توی این ویدیو فقط تو رو بترسونم. قراره که به چند تا راهکار واقعی، ساده و شدنی پیشنهاد بدم که بتونی تو این روزا بیشتر مراقب خودت باشی. سازمان جهانی بهداشت برای وجود این ذرات ریز تو هوا یه حد استانداردی رو مشخص کرده که به صورت میانگین سالانه است و اون مقدارش 5 میکروگرم در هر متر مکعب. وقتی که وارونگی هوا اتفاق میفته مثل فصلهای پاییز و زمستون، این مقدار عموما افزایش پیدا میکنه که حالا ما تو ایران به صورت دیفالت و معمولی هم که آلودگی داریم، پس حجمش خیلی بیشتر میشه. نتیجه این حجم از ذرات و این مقدار از آلاینده تو هوایی که ما تنفس میکنیم، اثرش رو بدنمون این میشه که دچار التهاب میشه بدن، یعنی نمیتونه با این حجم از آلودگی مبارزه کنه، چون اصلا واسه این حجم از آلودگی ساخته نشده این بدن. پس میاد یک سری نشونه هایی رو بهت نشون میده که ببین باید بیشتر مراقب من باشی. اون نشونه ها چی هست؟ این که دچار خستگی مفرط میشی، سردردهای عجیب غریب میگیری، روی قفسه سینه‌ت احساس سنگینی میکنی، بی دلیل خون دماغ میشی و تون سرما میخوری و سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه. اینا همه نشونه هاییه که بدنت داره بهت میده برای اینکه بیشتر حواست بهش باشه. حالا بریم ببینیم که چجوری میتونیم با چند تا راهکار ساده تو این روزا بدنمون رو تنها نذاریم و بیشتر مراقب خودمون باشیم. خب برای اینکه بدونیم باید چی کار کنیم، اول میرم سراغ فضای بیرون از خونه که ببینیم بیرون از خونه چه مراقبت هایی لازم داریم. ولی قبلش زمانی که میخوای انتخاب کنی که بری بیرون یا نه، این یک کار رو انجام بده. یا از سایت های معتبر ایرانی یا از طریق اپلیکیشن IQ Air شاخص کیفیت هوا رو بسنج. ببین که اگر کمتر از 100 بود که هیچی. اگر بین 100 تا 150 بود و تو جزء گروه‌های خطرناک و خاص هستی، بهتره که بیرون نری، یا اگر میری مدیریت کنی زمانی که بیرون هستی رو. اگر شاخص بالای 150 بود فرق نمیکنه، چه جزء گروه‌های خاص باشی چه جزء افراد سالم باشی، به هر حال نباید تو این هوا بیرون بری. یعنی بهتره که این هوا رو تنفس نکنی. حالا ما یه لینکی واسه توی دیسکریپشن گذاشتیم که معتبرترین سایت برای چک کردن شاخص کیفیت هواست، میتونی از اون کمک بگیری یا از اون استفاده کنی. یه نکته دیگه اینه که حتما از ماسک استفاده کنی. این که میگم ماسک، شاید برات سوال بشه که خب چه نوع ماسکی؟ اول اینکه ماسک های فیلتردار بهترین نوع ماسک برای چنین فضاییه، چون خیلی خیلی میتونن کمک بکنن که این ذرات وارد ریه‌مون نشه. اما اگر این ماسک ها نبود، از ماسک های ساده مثل ماسک های جراحی و ماسک های معمولی هم میتونی استفاده کنی. قطعاً بودنشون بهتر از هیچیه. حالا میای سوال میپرسی که اگر من با ماشین شخصی رفت آمد میکنم چی؟ بازم لازم ماسک بزنم؟ بله، مسلماً لازمه. چرا؟ چون وقتی تو با ماشینت رفت آمد میکنی، اتفاقی که میفته اینه که هوای بیرون ماشین وارد ماشین میشه و تو فضای بسته ماشین میچرخه. پس 2 تا کار باید اینجا انجام بدی. یکی اینکه ماسکتو بزنی، 2 اینکه پنجره‌هات رو تا جایی که ممکنه تو طول مسیرت که با ماشینت رفت آمد میکنی کاملا بسته نگه داری و سیستم تهویه هوای ماشینت رو روی گردش داخلی بذاری که مدام هوای آلوده رو از بیرون به داخل فضای بسته ماشینت نکشه. پس اینا شد نکاتی که برای فضای بیرون از خونه لازمه رعایتشون کنی. برمیگردی خونه و فکر میکنی که دیگه تموم، من دیگه در معرض آلودگی نیستم و همه چی رواله.
در حالی که اینطوری نیست و باید مراقب باشی، چون اگر مراقبت نکنی فضای داخل خونه هم هواش میتونه همونقدر خطرناک باشه. به محض اینکه از بیرون رسیدی خونه حتما دستاتو بشور، لباسات هم همون دم در عوض کن، چون این ذرات به راحتی از طریق پوست میتونن به تخت خواب، لباس یا حتی بالشت منتقل بشن و تو فضای داخل خونت حضور داشته باشن. حواست خیلی به این نکته باشه. مورد بعدی اینه که تو این بازه بهتره که حتما در و پنجره ها به صورت کامل بسته باشه، چون در و پنجره ها بسته است و هوا و تهویه مناسبی ممکنه توی خونه نداشته باشیم، از سوزوندن هر چیزی که دود تو فضای خونه ایجاد میکنه باید جداً و اکیداً خودداری کنی. منظورم چیه؟ مثل قلیون، سیگار، اسپند. واقعا دود کردن اسپند تو چنین برهه زمانی هیچ کمکی نمیتونه بهت بکنه، چون اگر این عقیده رو داری که با دود کردن اسپند راه تنفسیت رو باز میکنی، باید بگم اشتباه میکنی، هیچ کمکی بهت نمیکنه. دود کردن اسپند تو چنین شرایطی وقتی پنجره ها بسته است اتفاقا باعث میشه که سطح اکسیژن خونه کمتر بشه و ذراتی که توی هوا معلقن و به چشم دیده نمیشن تو فضای خونه بیشتر میشه و این یعنی خطر بیشتر برای تو و ریه‌هات. پس لطفاً سعی بکن تو این بازه زمانی حتی از شمع یا عود هم استفاده نکنی، مخصوصاً شمع‌هایی که معطرن. نکته بعدی هم که وجود داره اینه که ممکنه بعضی هامون این شرایط رو داشته باشیم که از دستگاه‌های تصفیه هوا استفاده کنیم که خیلی عالیه و میتونیم استفاده کنیم. اما اگر دستگاه تصفیه هوا نداریم، سعی بکنیم توی تمیزکاری خونه به یه نکته خیلی مهم توجه کنیم و اون اینه که قبل از گردگیری حتما از دستمال مرطوب برای جمع کردن غبار استفاده کنیم که دوباره این گرد و غبار وارد فضای اتاقمون نشه، یعنی اونا رو دوباره حداقل نفس نکشیم. این بخشی که میخوام در موردش صحبت کنم دیگه واقعا دست خودمونه و اون بشقابیه که جلومون میذاریم و وعده‌هایی که میخوریم، یعنی رژیممون. ما توی رژیم باید یک سری مواد غذایی رو به بشقابمون اضافه کنیم تا کمک کنه بدن در مقابل این آلاینده ها و آسیب های ناشی از ورود این ذرات شیمیایی به بدنمون خودش رو بهتر و سریعتر ریکاوری کنه. یه تحقیقی تو دانشگاه هاپکینز انجام شده روی جوانه بروکلی که نشون میده این جوانه بروکلی میتونه کمک کنه تا 61% بعضی از آلاینده از بدنمون دفع بشه. این یعنی چی؟ یعنی این که ما فقط با اضافه کردن خانواده کلم مثل کلم بروکلی، کلم بروکسل یا گل کلم به بشقاب غذای روزانمون میتونیم به دفع این آلاینده هایی که هر روز نفس میکشیم کمک کنیم. از طرف دیگه خوردن ویتامین C، خوردن ویتامین E و امگا 3 که منابعش رو توی دیسکریپشن براتون نوشتیم خیلی میتونه کمک بکنه که آسیب‌های ناشی از ورود این ذرات شیمیایی به بدن و ریه‌مون جبران بشه. چرا؟ چون آنتی اکسیدان دارن و آنتی اکسیدان ها خیلی اثرات علاوه بر این که کمک میکنن که بدن بازسازی بکنه این در واقع آسیب‌ها رو، خیلی اثرات دیگه‌ای هم دارن روی پوست، مو که حالا اینجا واردش نمیشیم چون اصلا جاش نیست. ولی یه نکته دیگه‌ای هم هست که خیلی باید جدیش بگیریم و اون خوردن آب، مخصوصاً تو زمانهایی که بیرون از خونه ایم. پس حتما به یه روشی به خودت یادآوری کن که در روز مقدار آب کافی بخوری. کرفس یادآوری داره که به صورت رایگان میتونی فعالش کنی و خودت براش مشخص کنی که در روز چند بار و توی چه بازه‌های ساعتی بهت یادآوری کنه که آب بخوری. من فکر میکنم اگر جزو اون دسته از آدمایی هستی که یادت میره آب بخوری، این میتونه یه راهکار خیلی خوب برات باشه، چون به کلیه ها و کارکرد کلیه ها خیلی میتونه کمک بکنه و اثر بسیار مثبتی داره. از آب غافل نشو، چیزیه که همیشه دم دستمون هست ولی اثر بسیار پررنگی توی بحث دفع این آلاینده ها از بدنمون داره. چند تا نکته کلی هم من میخوام اینجا اضافه کنم که شاید به چشممون نیاد ولی بسیار بسیار موثره. یکیش خوابه. ببینید وقتی ما میخوابیم بدنمون فرصت پیدا میکنه تا خودش رو ریکاوری کنه و بازسازی کنه تمام آسیب‌هایی که در طی روز به هر طریقی بهش وارد کردیم. وقتی من کمتر میخوابم بدنم وارد یک چرخه استرسی میشه که علاوه بر اون استرسی که من به خاطر شرایطی که من نمیتونم روش مدیریتی داشته باشم، آلودگی هوا رو من نمیتونم مدیریتش کنم، مدیریتش کار کس دیگه ایه، ولی وقتی که کم میخوابم
بدنم رو چه بخوام چه نخوام وارد یک چرخه استرسی میکنم که اون باعث ایجاد التهاب بیشتر تو بدن من میشه. پس نشونه هایی که تا الان بهت گفتم هی شدیدتر و شدیدتر میشن. شاید به خودمون بگیم خب من که رعایت میکنم، من که ماسک میزنم، من که سبزی میخورم، پس چرا هنوز احساس تنگی نفس دارم؟ چرا هنوز سردردام خوب نمیشه؟ به خاطر اینکه احتمالاً شب به موقع نمیخوابی یا خواب با کیفیتی نداری. به خوابت به همون اندازه که باید با آب توجه کنی توجه کن. نکته دوم اینه که واقعاً بدنمون خیلی تک و تنها میشه اگر تو این شرایط علاوه بر ذرات شیمیایی که از بیرون وارد ریه‌هامون میشه، خودمون دستی دستی یه سیگار روشن کنیم بذاریم رو لبمون و آگاهانه یه حجم دود اضافی هم وارد ریه‌هامون بکنیم. یکم بیشتر مراقب در واقع سلامتی ریه‌هامون باشیم، یکم بیشتر بهشون فکر کنیم و تا جایی که میتونیم مصرف قلیون و سیگار رو توی این بازه‌های زمانی حداقل کمترش کنیم. یه سوال دیگه هم که خیلی پیش میاد و از ما میپرسین در مورد ورزش کردن توی این بازه‌های زمانیه که آلودگی هوا وجود داره. اینا رو باید چیکار کرد؟ من ورزشمو کنسل کنم، دیگه ورزش نکنم؟ ببین وقتی که ورزش میکنیم حجم هوایی که وارد ریه‌مون میکنیم نسبت به حالت عادی خیلی بیشتره. وقتی هوای بیشتری وارد ریه من میشه و اون هوا از محیط آزادیه که آلاینده توش وجود داره، مسلماً ذرات شیمیایی بیشتری هم وارد ریه‌ام میشه. پس من در معرض خطر بیشتری قرار میگیرم و این نشون میده که ورزش کردن تو چنین شرایطی وقتی آلودگی هوا، وقتی شاخص در واقع کیفیت هوا بیشتر از 200 بیشتر از 100 150 کار منطقی نیست دیگه، یعنی نباید این کار انجام داد. اما راهکارش چیه؟ جایگزین چه کاری میشه کرد؟ به راحتی میتونی توی خونه از ورزش‌های مقاومتی استفاده کنی، از ورزش‌هایی که با وزن بدنت میتونی انجام بدی، یوگا کنی، پیلاتس انجام بدی یا حتی اگر دوست داری پیاده روی کنی به صورت 8 انگلیسی توی قطرهای خونه پیاده روی کن، سرعتت رو کم و زیاد کن تا اون ورزش هوازی که بهش فکر میکنی باید داشته باشی رو داشته باشی، از روتین ورزشی جدا نشی. اما اگر از اون دسته از آدمایی هستی که عاشق دویدنن، حداقل این 3 نکته رو رعایت کن. نکته اول اینه که جایی که انتخاب میکنی که بدوی باید دور از بزرگراه‌ها باشه. جایی که انتخاب میکنی که اونجا بخوای پیاده روی داشته باشی یا بدویی، بهتره بین درخت‌ها باشه تا گیاها یکم کمک بکنن به تصفیه و تهویه بهتر هوا. علاوه بر این زمان و شدت فعالیتت هم باید مدیریت کنی. اگر قبلا 1 ساعت میدویدی، الان اون 1 ساعت رو به نیم ساعت کاهش بده که فقط رو روتین بمونی. ولی به این نکاتی که گفتم تا اینجا در مورد ورزش کردن حتما دقت کن. یه واقعیتی که وجود داره اینه که آلودگی هوا رو ما نمیتونیم کاری براش بکنیم و یک شب هم درست نمیشه. بهترین راهکار اینه که بین این همه استرس بدنمون رو تنها نذاریم و با انجام یه سری کارهای ساده مثل زدن ماسک، بستن پنجره ها، خوردن آب کافی یا اضافه کردن میوه و سبزیجات به بشقاب غذامون بیشتر مراقبش باشیم و از این تنهایی درش بیاریم. حالا دوست داریم تو بهمون بگی که تو این روزای دود گرفته و پر از آلودگی راهکار تو برای اینکه کمتر اذیت بشی چیه؟ تو چی کار میکنی وقتی چشت میسوزه، وقتی نفست تنگ میشه، وقتی واقعا نگران آینده میشی؟ برامون کامنت کن. منتظر کامنتات هستی.